با سلام عرض میکنم خدمت دانش آموزان عزیز. میخوام توی چند دقیقه مفهوم کممیم رو براتون توضیح بدم. کممیم یعنی کوچکترین مضرب مشترک دو تا عدد. خب پس حتما باید پای دو تا عدد در میون باشه. برای یک عدد کممیم مفهوم نداره. حتما باید برای دو تا عدد ما این رو پیدا بکنیم. خب حالا چطور این کممیم دو تا عدد رو پیدا بکنیم؟ ببینید ما میایم دو تا عدد رو ابتدا مضاربشون رو لیست میکنیم. مضارب چی هستش؟ مثلا میگیم 1 ضرب در 10 میشه 10، 2 ضرب در 10 میشه 20. این اعداد 10 20 30 40 که از ضرب اعداد مختلف توی این عدد 10 به دست میاد میشه مضارب این عدد. خب حالا برای دو تا عدد مضاربشون رو لیست میکنیم، جلوشون مینویسیم، بعد میایم از سمت چپ چک میکنیم ببینیم کدوم عدد توی هر دو تا لیست مشترک هستش و اون میشه در واقع کممیم این دو تا عددمون. خب به عنوان مثال کوچکترین مضرب مشترک دو عدد 12 و 16 رو میخوام پیدا بکنیم. میایم 12 رو مضاربش رو لیست میکنیم، 1 12 تا، 2 12 تا، 3 12 تا، 4 12 تا، 5 12 تا و همینجوری این لیست بچه‌ها ادامه داره که ما تا همینجاشو بیشتر نمی‌نویسیم. اگر نیاز بود ادامه میدیم. عدد بعدی 16 هستش. این رو هم به همین شکل 1 16 تا، 2 16 تا، 3 16 تا، 4 16 تا، 5 16 تا و الی آخر ادامه داره. خب حالا میایم تو این لیست میگردیم می‌بینیم کدوم عدد توی هر دو تا مشترک هستش، از سمت چپ شروع می‌کنیم. این اعداد مرتب هستن دیگه، از کوچیک به بزرگ. پس وقتی ما از سمت چپ بگردیم کوچکترین عدد رو خود به خود پیدا کردیم. پس میشه کوچکترین مضرب مشترک این دو تا عدد 12 و 16. خب کوچکترین چیه که توی هر دو تا لیست هستش؟ بله 48 هستش. الان عدد 48 میشه کممیم دو تا عدد 12 و 16 که به این شکل نشون میدیم، توی یک براکت نشون میدیم. این علامت براکتی که اینجا هستش در واقع نشون دهنده کممیم هستش. بمیم هم که میدونستین دیگه با پرانتز، اگر خواستیم اینجا مثلا بمیم این دوتا باشه به جای براکت ما پرانتز میذاشتیم. پس مفهوم کلی کممیم این بودش، اما برای به دست آوردنش ممکنه اعدادمون درشت باشه. اینجوری لیست رو بخوام بنویسیم این لیست خیلی طولانی و ادامه دار باشه و خود همین به دست آوردن مضارب مشکل باشه. پس باید بریم یه روش ساده تری پیدا کنیم. خب روش ساده ترش با استفاده از تجزیه اعداد. تجزیه رو که بلدین دیگه، عدد رو به عامل‌های اولش در واقع تجزیه میکنیم. حالا این تجزیه یه مدل درختی هستش که شما بلدین از قبل، اما یک روش دیگه هم هستش. من یه دونه عدد به عنوان مثال تجزیه میکنم که خب ببینید به عنوان مثال شما عدد مثلا 30 رو میگیم که ما میخوام تجزیه کنیم. خب شما مینویسی 30، حالا میگیم 30 مثلا میشه 6 5 تا. خب باز این 6 میشه 2 3 تا و این 5 دیگه ساده نمیشه. پس 30 میشه چی؟ میشه 30 هستش حاصل ضرب 2 ضرب در 3 ضرب در 5. اینا همشون عدد اول هستن. این میشه تجزیه به عامل‌های اول این دو تا عدد. خب حالا یه روش دیگه ای من بهتون میگم. ببینید اینجوری یه خط می‌نویسیم، چون بعضی وقتا اینجا بچه‌ها در پیدا کردن این عامل‌ها سرشاخه‌ها اشتباه میکنن. اینجا از همون اول عدد رو از 2 شروع کنیم تقسیم کردن به اعداد اول، به 2 به 3 به 5 به 7. خب میگیم به 2 آیا تقسیم میشه؟ بله. 30 تقسیم بر 2 میشه 15. 15 آیا به 2 تقسیم میشه؟ نه. اما به 3 تقسیم میشه 5. 5 به 2 و 3 تقسیم میشه به 5 میشه 1. وقتی اینجا به 1 رسیدید دیگه تمام هست. خب باز هم نتیجه همون هستش، یعنی 30 میشه 2 ضرب در 3 ضرب در 5. این هم از تجزیه اعداد. خب حالا ما دو تا عددمون رو پس تجزیه میکنیم. این مرحله اولمون، دو تا عدد رو تجزیه میکنیم. مرحله دوم دو تا عدد رو به صورت ضرب شمارنده های اول می‌نویسیم. همین که من نوشتم مثلا 30 مساوی است با 2 ضرب در 3 ضرب در 5. این مرحله دوم هستش، یعنی به صورت حاصل ضرب شمارنده های اول نوشتیم. و مرحله بعدی این هستش که از بین این دوتا لیستی که نوشتیم من برای دو تا عدد مثلا فرض کن
یه عدد دیگه هم باشه 12. خب میگیم 12 میشه 2 ضرب در 2 ضرب در 3 تجزیهش. خب حالا دو تا عدد داریم، از توی اینها باید عددهای مشترک با بیشترین تکرار و عددهای غیر مشترک رو همه رو برداریم در هم دیگه ضرب بکنیم. حالا یه مثال ببینید 60 و 72. خب مرحله اول و دوم رو اینجا ما انجام دادیم، یعنی عدد رو تجزیه کردیم به صورت عامل اول نوشتیم، این هم عدد دوم. حالا از توی اینها عامل‌های اول با بیشترین تکرار، توی بممین بچه‌ها فقط داشتیم عامل‌های اول با کمترین تکرار تمام. خب حالا اینجا برعکس اونه، عامل‌ها با بیشترین تکراره. حالا میتونیم بگیم عامل‌های اول با بیشترین تکرار و عامل‌های غیر ببخشید عامل‌های من دارم میگم اول عامل‌های مشترک، عامل‌های اول مشترک در واقع، عامل‌های مشترک با بیشترین تکرار. ولی میتونیم اینجوری هم بگیم بچه‌ها عامل‌های در واقع، بذارین اینو بریم جلو تا من اینو بگم. ببینید مشترک ها کدوم ها هستن؟ دو توی هر دو تا مشترک هست، توی لیست بالایی و لیست پایینی مشترک هستش. خب ما میایم پس اینی که بیشترین تکرار داره، بالایی 2 بار تکرار شده، پایینی 3 بار تکرار شده، پس ما این 3 بار رو مینویسیم. خب این 3 بار رو مینویسیم، بعد میایم 3 میگیم بالا 1 باره پایین 2 باره، پس 2 بار رو مینویسیم. درست شد. و 5 عامل غیر مشترک، هر چی که غیر مشترک بود رو هم مینویسیم. اگر مثلا پایینی یه هفتم داشت این هم اضافه میکردیم ضرب میکردیم، همه غیر مشترک ها رو ضرب میکنیم. حالا برای این غیر مشترک مثلا این 5 رو من میتونم بگم 5 توی لیست بالا 1 باره، توی لیست پایین 0 باره. پس به جای اینکه بگیم عامل‌های مشترک با بیشترین تکرار و عامل‌های غیر مشترک، کلا میتونیم بگیم عامل‌های مشترکش هم برداریم، بگیم عامل‌های در واقع با بیشترین تکرار رو بذاریم، هر عاملی که بیشترین تکرار داشت. یعنی چی؟ یعنی با این تعریف جدیدی که من گفتم آقا بیشترین تکرار، خب 2 رو داریم بیشترین تکرارش پایین 3 بار میذاریم، 3 رو داریم بیشترین تکرارش 2 بار پایین میذاریم، 5 رو داریم بیشترین تکرارش 1 بار میذاریم دیگه. پس میتونیم بگیم عامل‌ها با بیشترین تکرار، مشترک و غیر مشترک اینا رو بذاریم کنار، بگیم عامل‌های اولی که بیشترین تکرار رو دارن. الان اینجا 2 بیشترین تکرارش توی پایین هستش 3 باره، پس 3 تا 2 میذاریم. 3 بیشترین تکرارش 2 بار هست پایینه، پس 2 تا 3 میذاریم. 5 بیشترین تکرارش 1 بار هستش. درست شد. پس هر عامل اولی رو اونجا که بیشترین تکرار داره همون بیشترین تکرارش رو به لیست اضافه میکنیم، همه رو در هم ضرب میکنیم، یه عددی میشه. اینجا عدد 360 میشه کممیم این دو تا عددمون. اما یه روش خلاقانه هم هستش بچه‌ها، دو تا عدد رو ما میایم چیکار میکنیم؟ به صورت یک کسر می‌نویسیم، یکی رو توی صورت یکی رو توی مخرج. مثلا 12 و 16 رو می‌نویسیم 12 16 یا فرقی نمی‌کنه، میتونیم بنویسیم 16 12. خب میایم این دو تا کسر رو تا جایی که این یک کسر ببخشید صورت مخرج این دو تا عدد رو تا جایی که امکان داره ساده می‌کنیم. خب ساده کردن این چی میشه؟ 3/4 دیگه از ساده‌تر نداریم. حالا چیکار می‌کنیم؟ حالا میایم به صورت ضربدری ضرب می‌کنیم. یعنی چی؟ یعنی 12 رو در 4 ضرب کنیم یا 16 رو در 3 ضرب کنیم. دو تا ضرب جوابش یکی میشه بچه‌ها. یا یه کار دیگه میتونیم کسر اول رو بنویسیم، کسر دوم رو بیام چیکار کنیم؟ معکوسش کنیم. یعنی اون 12 16 رو بنویسیم 16 12. اینجا حاصل این چی میشه بچه‌ها؟ صورت هم میشه 48، مخرج هم میشه 48. این بالایی هم که همون بود دیگه، در واقع 12 ضرب در 4. اینم که ضرب کردیم به این شکل، اینم همین میشد، این یکی هم همین میشد. پس چی شد؟ دوتا ضرب دوتا یکی شد جوابش. اگر یکی شد یعنی درست انجام دادیم، اگر یکی نشد یعنی که اشتباه. خب حالا که این یکی شد میدونیم درست انجام دادیم و عدد 48 نه 48 رو کسرش نه، همین عدد 48 میشه کممیم این دوتا عدد. بسیار خوب و به این شکل نشون میدیم. امیدوارم براتون مفید باشه. خسته نباشید.